اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. 13مین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را به شما حضار محترم تسلیت عرض می‌نمایم. باز قوطی دیگر فرا رسید. برای هزاره ماه ایثار و شهادت، شهدایی که از هندوکش تا بابا را غرق لاله‌های سرخ کردند، شهدایی که ابوذرهایی داشتند که به راستی ابوذر زمان بودند. هزاره یعنی مقاومت. کجایند کودکان افشار؟ کودکانی که بدن بیسر پدر دیدند و با چشمان غرق اشک در میان خرابه هایی که روزی کاشانهشان بود به دنبال سر پدر میگشتند و به جای آن خون پدر را بر دیوار خرابه میدیدند که دیوصفتان با آن یادگاری نوشتند. کجایند آن کودکان؟ کجایند آنها که درد بی‌پدری کشیدند؟ ای کودکان افشار، شما باید به پا خیزید. شما باید حق خود را بگیرید، همانطوری که مزاری روزی به خاطر این حق به خاک و خون تپید. به راستی ما همان رهروان مزاری هستیم که با خون او میثاق یاد کردیم. به پای این میثاق با بالهای زخمیمان، قلبهای شکستهمان قریب 15 روز او را بر دوش کشیدیم تا به جهانیان ثابت کنیم که ما او و هدفش را دوست می‌داریم. برای تحقق این هدف از جان دادن نمی‌ترسیم. ما هر روز با دیدن مرقد نیم ساختش یاد خانه‌های نیم سوخته افشار در ذهنمان تداعی می‌شود. یاد چشمان اشکبار یتیمانش و به یاد دستمایه خیانتمان. مزاری با فدا کردن جان خود و هزاران جوان این مرزهوم وحدت به وجود آورد. به پای این وحدت خانه‌هایمان ویران شد، جوانانمان زنده به گور شدند، زنانمان بیوه و فرزندانمان بی پدر و افشارها به وجود آمدند تا در سایه وحدت هزاره، در سایه هزاره هویتمان. چرا از یاد برده ایم که مزاری گفت سنگرها را خالی نگذارید؟ در حال حاضر ما و سردمداران وحدت برای پایداری وحدتمان چه کرده ایم و چه خواهیم کرد که باز مانند گذشته‌های دور از هر کوچه بازاری حزبی سر به میان کشیده و ادعای قدرت می‌کند و باز مردم مظلوم، همان مردم غرب کابل، همان بادیه نشینان نه کاخ نشینان را به سوی نابودی سوق می‌دهند. آیا این سخنان آخر مزاری نیست که با صلابت فریاد می‌کشید؟ مردم بدانید اگر شما این فرصت را از دست دهید و به نفاق و جدایی قبل برگردید، آن روزهایی که حتی به همدیگر اعتماد نداشتید، برادر خود را می‌کشت، خودمان به خودمان خیانت می‌کردیم و ما چه بهای سنگینی پرداختیم. تاریخ تکرار خواهد شد و 100 سال دیگر هم همان خونها و کشته شدنها تا شاید به همین موقعیت کنونی برسیم. حال ما وحدت داریم، در سرنوشتمان
سهیم هستیم. از دولتمان سخت می‌خواهیم. این حق را راحت به دست نیاورده ایم که راحت از کف دهیم. ما باید وحدتمان را حفظ کنیم. در این راه شخصیت محض مهم نیست که ما در این ورطه شخصیت‌های بزرگی را از دست داده ایم و به هیچ قیمتی حاضر نیستیم پاروی خونشان بگذاریم و آرمانشان را لگدمال کنیم. آنها عدالت اجتماعی را فریاد زدند و ما چگونه فریاد خون‌آلود آنها را به عرصه عمل رساندیم که مردم بامیان در زمستان سخت امسال با سرمای طاقت فرسا دست و پنجه نرم کردند، در حالی که ما در خانه‌های گرم خود نشسته بودیم و ادعا می‌کردیم راه شهیدانی همچون مزاری را ادامه می‌دهیم. کیست که نداند امسال در بامیان چه گذشته است؟ آیا ما نمی‌دانیم مردم بامیان نان خوردن ندارند، سوخت ندارند، چه رسد به امکانات برای تحصیلات و رفاه زندگی؟ چرا ما زود فراموش کرده ایم که ما هم روزی همان گونه زندگی می کردیم، در آرزوی فردا و زندگی بهتر، و حال که می توانیم کاری برای هم نوعان خود انجام دهیم آنها را به دست فراموشی سپرده‌ایم. این پیام شهدای چند دهه اخیرمان نبود. اگر آنها هم مثل ما بودند برای آزادی ما جان نمی‌دادند. آنها خونشان را به ما هدیه کردند، در مقابل ما چشمان کور شده و گوشهای کر شده من را، تا بتوانیم در خون غلتیدنشان را فراموش کنیم، بتوانیم از کنار بدبختی مردممان به راحتی بگذریم، بتوانیم در فقر دست و پا زدن مردم بامیان را نادیده بگیریم، بتوانیم سختی‌ها و ملالت‌های زندگی مزاری، روزهایی که در گرسنگی سر می‌کرد فقط به دلیل گرسنگی مردمش، روزهایی که در ایران در اسارت و بند و شکنجه بود و در افغانستان به جای حمایت انکار نصیبش میشد و خانواده‌اش را از اسارت تا شهادت بردن را فراموش کنید. این صداقت در سیاستش حتی روزهایی که به عنوان رهبر حزب وحدت انتخاب شد ادامه داشت، چیزی که امروز نمیتوان به راحتی یافت. این چیزی نیست که من و شما بگوییم، این چیزی است که در حافظه تاریخمان ثبت شده و از بین هم نمی رود. هر عقل فهیم و چشم بینایی می تواند تفاوت‌های شخصیتی و بارز زندگی مزاری را با دیگران تحلیل و تفسیر کند. فرزندان درد کشیده مزاری بزرگ، ما دانه‌های یک خوشه ایم. ما همان مردمیم که در برابر سلاح‌های آتشین فرقه‌های نژاد پرست با داس و بیل مقاومت کردیم. بلخی‌ها، مزاری‌ها، صادقی‌ها از خون و رگ و ریشه مایند. ما با اقتدا به سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و با پیروی از بابای در خون خفته من بعد از 12 سال هم می توانیم حماسه‌ای بسازیم، افشاری آبادتر از دیروز و وحدتی مستحکمتر از همیشه. شهیدان ما جان دادند، قلب‌های شکسته ما از فراقشان سوختند، اما ما باید این را به یاد داشته باشیم که اهداف آنها زنده اند. باید گفته‌های با صلابت آنها و اهداف بالایشان را چراغی برای گذشتن از تاریکی‌ها و رسیدن به نور وحدت قرار دهیم. شهدای ما محدود به گستره مکان و زمان خود نیستند.
آنها فریادرس آزادی تمام ملیت‌های مظلوم و درد کشیدند. پس وظیفه انسانی ماست که راه خونینشان را ادامه دهیم. مزاری با خون خود بر قلب‌های شکسته ما حک کرد. عدالت اجتماعی هنگامی عینیت خواهد یافت که همه مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهبشان به صورت برابر و متناسب با میزان حضور آنان در عرصه‌های حیات اجتماعی کشور در امر تعیین سرنوشت سیاسی و تاریخی خود سهیم باشند و ما برای تحقق اهداف والایشان چه از راه مذاکره چه مسامحه و حتی دفاع کوتاهی نمی‌کنیم. و در آخر من از طرف خانواده استاد شهید از تمام فرزندان مزاری حاضر در مجلس و در سراسر گیتی کمال تشکر و قدردانی را دارم و من الله توفیق. مبادمان که نشینم و گریه ساز کنم و پیش خصم سر عجز و ناله باز کنم. مبادمان که شرف را به ننگ نان بدهیم و قاتلان پدر بیش از این امان بدهیم. مبادمان که شرف را به ننگ نان بدهیم و قاتلان پدر بیش از این امان بدهیم.